سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز بخوام بهتون یاد بدم که چجوری داخل سایت پورتال کمتر از 10 دقیقه سایت خودتون رو طراحی و بسازید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو و آموزش، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره و بریم سراغ آموزش. اولین کاری که میکنید اینه که وارد سایت پورتال بشید، portal.ir. وارد این صفحه که شدید 7 روز تست رایگان داره بدون نیاز به دانش فنی، پشتیبانی دائم و رایگان هم که داره. بعد شما روی همین حالا شروع کنید کلیک کنید، یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. شروع راه اندازی. دقیقا خودش هم نوشته که تا 5 دقیقه دیگه سایت شما آماده است. ازتون میپرسه که به دنبال راه اندازی چه چیزی هستید؟ فروشگاه اینترنتی، سایت برای معرفی شرکت و خدمات یعنی حتی شما میتونید با پورتال برای دیگران سایت بسازید و ازش استفاده بکنید. بیوگرافی و بلاگ نویسی. ما چون به خاطر دراپ شیپینگ داریم سایت رو میسازیم و روی فروشگاه اینترنتی کلیک میکنیم، یه مرحله بعد میزنیم. دوباره ازتون یه سوال دیگه میپرسه شرایط فعلی خود را انتخاب کنید. تازه کار هستم، همین حالا هم فروش دارم. ما تازه کاریم و میگه با اینکه تازه کار هستین اما نگران مراحل بعدی کار نباشید، تیم پشتیبانی پورتال تمامی مراحل رو همراهتون است. هدف شما از راه اندازی سایت چیست؟ برای کسب و کار خودم راه اندازی میکنم، طراح سایت هستم و برای دیگران سایت راه اندازی میکنم. خب چون ما برای کسب و کار خودمون میخوایم و روی این کلیک کنیم، مرحله بعد رو میزنیم. ازتون میپرسه که چه تعداد محصول دارید. شما فعلا محصولی ندارید چون اگر که صاحب مغازه انباری نیستید، به صورت دراپ شیپینگ میخوایم فروش رو شروع کنیم. زمینه کاریتون رو انتخاب کنید. در اینجا زمینه کاری خودتون رو انتخاب کنید، یعنی که انواع اقسام لوازم برای فروش رو اینجا دارید مشاهده میکنید که موضوعش رو انتخاب کنید. ما به طور مثال میخوایم ورزشی رو انتخاب کنیم. مرحله بعد رو میزنیم. به دنبال چقدر فروش ماهانه هستید؟ زیر 100 میلیون، بین 100 تا 500 میلیون و بقیه گزینه ها که خودتون دارید میبینید. خب ما برای شروع 100% زیر 100 میلیون رو میزنیم، اما خود پورتال بهتون اینو میگه که میانگین درآمد فروشگاه هایی که با پورتال راه اندازی شده بیشتر از 100 میلیون تومان هستش. مرحله بعد کلیک میکنیم چطوری در مسیر راه اندازی سایت کمکتون کنیم. من بهتون پیشنهاد میکنم که از ویدیوهای آموزشی استفاده میکنم یعنی کلیک کنید، چون ویدیوهای آموزشی همیشه براتون در دسترس هستن و میتونید ازشون استفاده بکنید. مرحله بعد در اینجا شماره موبایل و نام خانوادگیتون رو وارد میکنید. از چه طریقی با پورتال آشنا شدین؟ گوگل، اینستاگرام، دوستان آشنایان، معرفی در سایر سایت ها، نمونه سایت های ساخته شده با پورتال، تبلیغات پیامکی و خب معرفی در سایر سایت ها رو ما کلیک میکنیم. رمز عبور، یک رمز عبور برای خودتون انتخاب کنید. سایت شما یک اسم براش قرار بدید. ما میذاریم اکوشاپ. ما اسمش رو میذاریم اکوشاپ. میریم مرحله بعدی. خب دقیقاً تبریک، سایت شما آماده شد. تا زمانی که شما مراحل قبل رو پشت گذاشتید ما هم سایت شما رو آماده کردیم. یک آدرس موقت برای سایت شما رزرو کردیم، اما بعد از 7 روز باید یک آدرس اختصاصی مانند myshop.ir یعنی داخل مایشاپ دامنه خودتون رو خریداری خواهد کرد. آدرس موقت شما، آدرس رو کپی میکنیم. بریم ببینیم این آدرس به کجا بست. این صفحه اول سایت شماست به عنوان خانه که طراحی نسبتا زیبایی داره. شما چون میخواید که از صفر شروع کنید، همین هم فکر کنم داخل سایت های تو رو آپلودش کنید خیلی خوب میشه. مرحله بعد رو کلیک میکنید. یک ویدیو که پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید. نکات اولیه طراحی سایت داخل پورتال رو بهتون میگه و خب بعد از دیدن ویدیو بر روی ورود به مدیریت سایت کلیک کنید. وارد پیشخوان سایت خودتون میشید. در اینجا الان دیگه سایت شما آماده است
و کاملا میتونید از سایت خودتون استفاده کنید. 7 روز مهلت تست میده و قالب های مختلفی هم داره، تک قالبی نیست و شما میتونید در این قسمت قالب سایت خودتون رو انتخاب کنید. انواع اقسام قالب ها هستش. به طور مثال که من فقط بخوام به شما نشون بدم، برای نصب قالب روبیکا کلیک میکنم، ثبت میکنم، این قالب روی سایت من نصب شد. خب قالب با موفقیت نصب شد. پایین سمت چپ صفحه بهتون این پیام رو میده. برمیگردیم تو سایت خودمون، یک طور رفرش میکنیم، میبینیم که بله خب قالب الان به قالب روبیکا که شبیه قالب دیجیکالا هستش تغییر کرد و خیلی زیباتر نسبت به قالب قبلیه. بستگی به سلیقه خودتون داره تو که کدومش رو انتخاب کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش رو فعال کنید تا ویدیو جدید آپلود کردم حتما با خبر بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.